هیچ کشوری از واردات بی‌نیاز نیست. از ایالات متحده آمریکا گرفته تا بورکینافاسو. پس اگه اینطوره واردات کالا کجاش بده و به ضرر یک کشوره؟ زمانی که نیازهای کشوری فقط متکی بر واردات شد و صادرات غیر از خامفروشی کاهش پیدا کرد، در این صورت اقتصاد و تولید داخلی به نابودی کشیده خواهد شد. همین چیزی که تو کشورمون اتفاق افتاده. در 10 ماهه منتهی به دی ماه 43 میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده. سالانه تقریباً بین 50 تا 60 میلیارد دلار کالا وارد ایران میشه. میزان واردات کالا در سال 96 در 5 ماهه نخست سال در مقایسه با سال پیش بیش از 24% و به نسبت سال 94 107% رشد داشته است. یعنی بیش از 2 برابر. جالبتر و البته دردناکتر این که از این میزان 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشه که اثر تخریبی اون به مراتب بیشتره. هر 1 میلیارد دلار کالا که وارد کشوری میشه 100,000 شغل نابود میشه. چون ایران صادرات غیر نفتیش ناچیزه، میتوان دید که سالانه در خوشبینانه ترین شکلش 4 میلیون شغل از دست میرود. حالا این واردات دست کیاست؟ همه میدونن که قاچاقچی اصلی سپاه پاسدارانه با داشتن 114 اسکله که به هیچ کس هم پاسخگو نیست. گمرک ایران که باید جلوی قاچاق رو بگیره مسیر قاچاق رو هموار میکنه. این نمونه ها رو توجه کنید. دهقان یک عضو مجلس رژیم، 80% قاچاق از مبادی رسمیه. روزانه 5 تا 6 هزار کانتینر به اسکله های ایران میرسه که اسکنرها فقط میتونن 130-40 تا رو بازرسی کنن. جالبه که فقط 12 اسکنر تو اسکله ها وجود داره که تازه دولت روحانی میگه که 7 تاشو من اضافه کردم. ببین قبلش چی بوده. در سال 94 آمار رسمی واردات کفش 6.8 میلیون دلار بود. آمار سازمان تجارت جهانی اما 492 میلیون دلار بود. یعنی بیش از 70 برابر. کیا وارد کردن؟ برادران قاچاقچی. اینا اما فقط نمونه بود. اما چی وارد میکنن؟ هر چی که دلتون بخواد، از کرم خاکی گرفته تا گوشت تمساح و خاک اره و مارمولک و مهر و جانماز و سنگ قبر و میوه و هر چیزی که به ذهنتون بزنه. بر اساس آمار گمرک در 8 ماه نخست سال جاری حدود 328 تن فندک جیوی به کشور وارد میشه. در حدود 1,500,000 دلار بیش از 7 میلیارد تومان. یعنی فندک بلد نیستیم درست کنیم. حالا اینجاش جالبه. چون باندهای رژیم سر قاچاق با هم رقابت دارن، کارهای عجیبی میکنن. برای واردات ثبت سفارش نیازه. حالا اعتراف نماینده رژیم رو گوش کنید. اما ثبت سفارش ساعت 2:30 شب باز میشه، 2:15 بسته میشه. یه عده خاصی هماهنگ میکنن و ثبت سفارش را انجام میدن. حالا به یک نمونه سودهای نجومی از واردات هم توجه کنید. اگر میخواید سال 95 هم نباشه، فقط سال 96 اینا چیزی هولوش 65-6 هزار میلیارد تومان 20 نفر توی کشور سود برده. یعنی 20 نفر 66 هزار میلیارد تومان، یعنی نفری 3300 میلیارد تومان که این عدد معادل حقوق یک سال بیش از 275 هزار کارگره. این فقط یک نمونهش بود. بی جهت نیست که 80% کارگرای ما زیر خط فقرن، اما آقازاده ها با ماشین های میلیاردی تو خیابون رژه میرن. نابودی صنعت، کشاورزی، تجارت و تمام ساختار اقتصادی هم اصلی ترین پیامد واردات بی‌رویه است. وقتش رسیده که دیگه دست اینا رو از سفره مردم قطع کنیم.